با عرض سلام و درود بپایان برنامه انسان و قانون باز مهمان خاندانی یک شما بینندگان عزیز در صحبت امروزه سردار شعبه نظارت عمومی پروکراتورای ولایت مختار کوهستان بدخشان رؤوف‌زاده هلالی اشتراک میکنند. تشکر میگیم که مهمان برنامه این ساعته ما هستید و نخست بخواستیم از شما بپرسیم که به اندیشه شما مفهوم و ماهیت استفاده زوروری نسبت نماینده حکومت دولتی در کدام حالت جنایت اعتراف کرده می شود؟ اصلا در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان از جمله در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقامات حکومت دولتی در جمهوری تاجیکستان یعنی با سه شاخه تقسیم کرده شده است. با شاخه قانونگذار، اجرایه و سودی. یعنی با قانونگذارش مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، با اجرایه‌اش خود مقامات محلی حکومت دولتی، حکومت جمهوری تاجیکستان از وزارت و کمیته ها خدمات ها سر کرده تا تمام شهرها و دهات ها را در بر گرفته و با مقامات سودیش باشد. این البته معلوم است که مقامات سودی در جمهوری تاجیکستان را در نظر دارد، از سودی عالی تا سودی منطقوی شهر و ناحیه ها را. همین است که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به عنوان نماینده حکومت دولتی در همین سه شاخه حکومت در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مفاهیم های گوناگون را درج نموده است و همچنین باشد که برای عملی گردانی پرینسیپ ها و وکالت ها و پیش بردن یعنی دستگاه های مخصوصی اداره کنی دولت رو ضرور است که همین گونه مقامات های حکومتی دولتی رو تشکیل دهد و مقامات های وکالتدار و مقامات های حکومت دولتی البته پیش برد و مکانیزم های هستند که فعالیت یا مناسبت های دلخواه، مناسبت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همون دولت رو پیش میبرند و جمهوری تاجیکستان نیز باشد برای به عمل برآوردن سیاست داخلی و خارجی خود یعنی مقامات وکالتدار دولتی رو تأسیس داده است که آنها میتوانند که سیاست جمهوری تاجیکستان رو یعنی چه سیاست داخلی و چه سیاست بیرونی رو پیش برند و در همین زمینه مقامات های وکالتدار دولتی که تشکیل کرده شدند این مقامات ها رو یعنی شخصان منصبدار یا که شخصان وکالتداری تعیین شده یعنی همون سیاست رو توسط همون مقامات وکالتدار دولتی پیش میبرند و در همین زمینه قانونگذار برای پیش بردن فعالیت دولتداری با پیش بردن سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان نسبت همین نمایندگان حکومت دولتی البته باز یعنی ضرور شمولیده است که در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده های داخلداری رو درج نماید که حقوق و منفعت های همین نمایندگان حکومت دولتی را هنگام اجرای وظیفه های خدمتیشان حفظ نماید و در همین زمینه باشد که در قانونگذاری جنایتی در ماده 328 یعنی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مفهوم درج گردیده است که استفاده زوروری و تهدید استفاده زوروری نسبت نماینده حکومت دولتی یعنی همون نمایندگان حکومت دولتی چونانی که در بالا قرار کردیم سه شاخه حکومت دولتی البته خود در مفهوم وسیع نماینده حکومت دولتی داخل کرده میشوند و هنگام در اجرای وظیفه های خدمتیشان قرار داشته میتوان که آنها هنگام اجرای وظیفه های خدمتیشان قرار داشتن و نسبت آنها صادر شدن جنایت تهدید استفاده زوروری یا استفاده زوروری که با حیات و سلامتی آنها خوفناک است قانونگذاری جنایتی جوابگری جنایتی را نسبت شخصی جنایتکار پیش بینی کرده شده است و در همین زمینه در مقررات ازاح ماده همین 328 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان درج گردیده است که تحت مفهوم نماینده شخصی حکومت دولتی شخصی در نظر داشته شده است که شخصانی زیر تابعیت بودهش تابعیتی نداشته و وکالت امردهی را دارد یعنی در نظر داشته شده است همون شخصانی را که یعنی زیر تابعیت اداروی و تابعیت وکالتداری او داخل نمیشوند لیکن همون نماینده حکومت دولتی حقوق امردهی رو دارد. در اینجا مثال آورده میتوانیم نماینده یا که کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی را واسطه نقلیاتی که شهروند اداره می نماید هیچ وقت او تابعیت اداروی خود کارمند بازرسی دفتر دولتی اتومبیلی نیست لیکن در همین زمینه خود کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی حقوق دارد که یعنی با همون وکالت امردهیش او رو من نماید و درست بودن حجت های رانندگی و اداره کردن واسطه نقلیاتی رو در کدام سطح و چگونه اداره کردنش رو او باید مورد سنجش قرار دهد یعنی زیر مفهوم همین فهمیده میشه و مفهوم نماینده حکومت دولتی البته وسیع است. البته در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مفهوم ها نسبت هر یک مقامات چنون قید کردیم هر یک شاخه حکومت دولتی و هر یک مقام وکالتداری که فعالیت می نماید البته مفهوم ها وابسته به همون
مقام وکالتداری دولتی در علایدگی پیش بینی کرده است و در قانونگذاری جنایتی باشد نیز همین گونه روشن کرده شده است که یعنی همون شخص در نظر داشته شده است که یعنی تابعیت اداروی ندارد لیکن وکالت امردهی نسبت همون شخص دارد که او در اجرای وظیفه های خدمتی او قرار دارد. البته در اجرای وظیفه های خدمتی در نظر داشته شده است همون وکالت هایی که قانونگذاری نسبت او را پیشنهاد کرده است، چون دلخواه کارمند مقامات پروکراتوره باشد، کارمند سود باشد، کارمند میلیسیا، چون قید کردیم کارمند نماینده حکومت دولتی یا که کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی باشد، چون در اجرای وظیفه های خدمتیشون بوده البته اون نماینده حکومت دولتی اعتراف کرده می شود. و در همین زمینه هم قانونگذاری جنایتی نیز و دیگر قانونگذاری ها نیز با مقصد حفظ حقوق و منفعت های آنها جوابگری رو پیش بینی کرده است و البته چون در عنعنه هست که باید که هر شخص از هر یک تغییرات و هر یک قانونگذاری باید که برخوردار باشد و در کنیسه جمهوری تاجیکستان نیز درج کرده شده است که یعنی ندانستن قانون شخص را از جوابگری جنایتی یعنی آزاد نمی‌کند که یا که از شخص از جوابگری آزاد کرده نمی‌شود. یعنی معنای اون رو دارد که باید که هر یک شهروند داند که نماینده حکومت دولتی کی است، در اجرای وظیفه‌های خدمتیش هست، یعنی او یعنی با کار شخصی خود سری اجرای وظیفه ها نمی رود. مقصد میگیم مثال میگیریم که یعنی وقتی که در اجرای وکالت های خدمتیش معلوم کارمند میلیسیا است، کارمند مقامات پروکراتوره است یا که سود است، البته قانونگذاری او را وکالتدار کرده است که اجرای وظیفه های خدمتیش که در قانونگذاری پیش بینی کرده است او اجرا نماید، او برای کار شخصی خود نرفته است و در همین زمینه وقتی که شخصی که جنایت صادر نماید باید که داند و بفهمد که یعنی همون نماینده حکومت دولتی در اجرای وظیفه خدمتیش یعنی در وقت و ساعت کاری قرار دارد او البته اجرای وظیفه های خدمتیش رو اجرا کرده ایستاده است و دخالت به فعالیت او منع است و چی وکالت امردهی که او دارد او باید که شهروندی که هسته او اطاعت و اجرا نماید. پس سوال به میاد که برای استفاده تهدید نماینده حکومت دولتی نسبت جنایتکار کدام جوابگری جنایتی پیش بینی شده است؟ در همین مقررات ماده کودکس جنایتی در ماده 328 که از دو قسم عبارت است. در قسمت اول یعنی استفاده زوروری و تهدید استفاده زوروری نسبت نماینده حکومت دولتی، چون در مفهوم نماینده حکومت دولتی رو روشن کردیم، یعنی تهدید استفاده زوروری یا که استفاده زوروری نسبت نماینده حکومت دولتی رو در نظر داشته شده است که یعنی به حیات و سلامتی او خوفناک نیست و ضرر رسانیده نشده است. مثال میگیریم در اجرای وظیفه‌های خدمتی باز همون کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی نماینده حکومت دولتی که چون اعتراف کرده شد هنگامی در اساس امردهی باز داشتن واسطه نقلیاتی یعنی با گناهی که او گویا که البته حجت‌هایش درست نیستن، قاعده‌های حرکت در راه رو ویران کرده است و دیگر که دارای ویرانکنی ماموری رو صادر کرده است و در همین زمینه وقتی که البته کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی او را منع می‌نماید در همین زمینه خودی همون شخص باید که اطاعت کند و هر یک سپارش و امری که کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی میدهد او باید اجرا نماید. در همین زمینه وقتی که او اجرا نماید با مقصد حفظ و حقوق و رویپوش کردن همون کمبودی هایی که خود دارد و ویرانکنی های خود او میتواند که نماینده حکومت دولتی از جمله کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی رو تهدید نماید و استفاده تهدیدی زوروری نماید. و در همین زمینه اگر که به حیات و سلامتی همون کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی همین تهدید و استفاده زوروری تهدیدی و البته خوف نداشته باشد با مقررات قسم یک ماده یکی 328 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان همون شخص و جوابگری جنایتی کشیده می شود. اگر در همین حالت همون استفاده زوروری و تهدید استفاده زوروری نسبت نماینده حکومت دولتی از جمله کارمند بازرسی دولتی اتومبیل اگر که به حیات و سلامتی ضرر رسانیده شود، مثال به یگان آلات صادرشوی جنایت ضرر میرساند به حیات و سلامتی همین کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی که خوف دارد به یک عضوهای بدنش اگر ضرر رساند، در این حالت با مقررات قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی حالت وضع کننده باز شخص به جوابگری جنایتی کشیده می شود. البته چون قید کردیم نماینده حکومت دولتی امروز البته چون بسیارتر ترتیبات جمعیتی رو در نظر داریم که بسیارتر ترتیبات جمعیتی از طرف خود همون گروه متشکل جنایتکارانه بسیار ویران کرده میشوند و مثال عادی آورده میتوانیم حادثه های 25 28 نوامبر در حدود شهر خوروغ به میان آمدن چندین نمایندگان حکومت دولتی رو زیر
لط و کوب قرار دادن، از جمله در همین میدان اسماعیل سومونی در درآمدگاه حکومت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کیسانی بدخشان. در همین زمینه وقتی که ضرر رسانیده شد، در همون لحظه ها ضرر رسانیده شد به سلامتی سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر خوروغ، یعنی ضرر وزنی که به سلامتیش رسانیده شد. در این حالت البته او در اجرای وظیفه‌های خدمتیش بود، یعنی در همون میدان اسماعیل سومونی او با مقصد یعنی آرام کردن ترتیبات جمعیتی، با مقصد یعنی آرام کردن یعنی خللدار نکردن آنها با آرامی جمعیت و دور کردن از همون میدان اسماعیل سومونی همون گروه‌های متشکل جنایتکاری که جمع شده بودند، البته با راهبری همون سرکردگان جنایت از جمله محمد باقر او در اجرای وظیفه‌های خدمتی قرار داشت، همون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوروغ. ولی گروه متشکل جنایتکارانه از همین حیثیت اوباشی خود استفاده کرده در همین حالت به حیات و سلامتی او ضرر رسانیدند در همین حالت قانونگذاری جنایتی جوابگری جنایتی رو نسبت همین کرداری که نسبت همین سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر خوروغ صادر نمودند با مقرراتی البته قسم 2 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان بندوبست کرده میشود و شخص جنایتکار با جوابگری جنایتی کشیده میشود. در همون تظاهرات‌هایی که غیر قانونی که در حدود شهر خود از طرف گروه‌های متشکل جنایتی تشکیل کرده شدند، نه اینکه نسبت کارمندان وزارت کارهای داخلی، اینجوری نسبت دیگر نمایندگان حکومت دولتی از جمله نسبت محترم رئیس ولایت، نسبت نماینده مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر نمایندگان حکومت دولتی بودند که البته با هر طرز و واسطه آنها ضرر رسانیدن به نمایندگان حکومت دولتی. در همین زمینه قانونگذاری جنایتی البته جوابگری جنایتی رو نسبت همون شخصانی که جنایت صادر کردن اون میتواند که البته با مقررات قسمی 2 کودکسی 328 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جوابگری جنایتی کشیده شوند. البته امروز یکی از جنایت‌هایی که معمول است در جمهوری تاجیکستان و در تمام دنیا از جمله در حدود شهر خوروغ همین معمول ترین جنایتی که صادر کرده میشد، این صادر شوی همین جنایت در اساس گروه متشکل که در اساس شریکی جنایت، یعنی بسیارتر جنایت‌ها صادر کرده میشوند نسبت نمایندگان حکومت دولتی در شریکی در جنایت یا که از طرف گروه‌های متشکل جنایت. البته خود شاهد همین حادثه‌ها بودیم که چگونه حادثه‌ها به میان آمدن در حدود شهر خوروغ نسبت نمایندگان حکومت دولتی. البته مقصد اساسی صادر شوی آنها اون البته جنایتشون در شکل قصدانه صادر شد، از بی‌احتیاطی یگان گروه متشکل جنایتی جنایت صادر نمی‌نماید. این رو باید همه دونست که آنها خود همون جنایت قصدانه رو البته تیار میکنن، نقشه میکشن، چون تشکیل کننده دارن، یاردمچی دارن، خود شریکان جنایت هستند، البته با قصد ها صادر کرده میشوند نسبت نمایندگان حکومت دولتی. بعداً باز مثال های مشخص بسیار آورده میتونیم که نسبت همین نمایندگان بازرسی دولتی اتومبیلی و کارمندان وزارت کارهای داخلی، نسبت کارمندان مقامات پروکاتوری، نسبت کارمندان مقامات سودی که نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی در دل خو از طرف همین گروه های متشکل جنایتی پیوسته در حدود شهر خوروغ البته جنایت ها صادر کرده میشوند. در همین زمینه قانونگذاری جنایتی یعنی با مقصد حفظ حقوق و منفعت های همین نمایندگان حکومت دولتی یعنی جوابگری جنایتی رو پیش بینی کرده شده. در حالتی اگر چون قید کردیم اگر به حیات و سلامتی همون نماینده حکومت دولتی خطر آورد یا که ضرر رسانیده شود، در این حالت با مقررات ها یعنی با حالت های وضع کننده چون در تفتیشات پیشکی، چون در مقامات سودی که حکم برآورده میشه نسبت همون شخص جنایتکار، در همون حالت نیست حالت وضع کننده به نظر گرفته میشود، چون نسبت نماینده حکومت دولتی جنایت صادر کرد در حالتی که با حیات و سلامتی او تهدید کرد و ضرر رسانید. اگر که چون قید کردیم که اگر با حیات و سلامتی نماینده حکومت دولتی تهدید استفاده زوروری که استفاده زوروری نماید که خوف ندارد، البته یکی از حالتایی که مثل جزا سبکتر و با مقررات قسم 1 ماده 328 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جوابگری جنایتی کشیده میشوند. و البته جوابگری جنایتی گروهان متشکل جنایتی برای هر یک کرداری صادر کرده شده که نسبت نماینده حکومت دولتی صادر کرده میشوند، البته اون در علاوه‌دگی با هر یک مقررات ماده های کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بندوبست کرده میشود و با جوابگری جنایتی کشیده میشود. البته مثال مشخص آورده میتونیم در همین حادثه هایی که در سنه‌های 25 28 در حدود شهر خوروغ به میان اومدن، وقت از اون که گروه متشکل جنایتی نسبت نماینده حکومت دولتی جنایت رو صادر کرد و در همین زمینه اگر که
таҳдид истифодаи зӯроварӣ кард ба ҳаёт ва саломатии ӯ хавфнок бошаду дар ҳаракатҳои ҳамон шахси ҷинояткорона дигар аломатҳои таркиби ҷиноят набошанд, албатта бо муқаррароти моддаи 328 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Озбекистон ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида мешавад. Агар ки ҳолатҳое ба миён биёяд ки дар ҳамин замина худи гурӯҳи муташаккили ҷиноят ё ки шахси ҷинояткор вақте ки нисбати намояндаи ҳокимияти давлати ҷамъияти ҷиноят содир менамояд, якчанд ҷиноятро содир менамояд нисбати ҳамон намояндаи ҳокимияти давлатӣ, албатта дар ин ҳолат қонунгузории ҷиноятӣ моддаҳои мушаххасро дар қисмати махсус пешбинӣ кардааст ки ҳар як кирдори содиркардашудаи ӯ бо ҳамон вазъ ва содиршавӣ ва хавфнокӣ ба ҷамъият ва ба худи ҳамин намояндаи ҳокимияти давлатӣ баҳогузорӣ карда мешавад ва ӯ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. Ва як чизро бояд қайд кард ки субъекти албатта ҷинояти содиршудаи ҳамин моддаи 328 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҳамон шахсе ки ба синни 16 расидааст ва ҷабрдида дар ҳама ҳолат ҷабрдидаи ҳамин моддаи кодекси 328 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҳамон намояндаи ҳокимияти давлатӣ буда метавонад ки аз тарафи худи ҷинояткор нисбати ӯ бо муқаррароти қисми 1 ё қисми 2 ҷиноят содир карда мешавад, чӣ хавфнок бошад ё хавфнок набошад, таҳдид истифодаи зӯроварӣ бошад, дар ҳамин ҳолатҳо ҷабрдида дар ҳама ҳолат танҳо фақат ҳамон намояндаи ҳокимияти давлатӣ буда метавонад. бинандагони азиз, баҳри шумо бори дигар хотир нишон месозем ки дар барномаи инсон ва қонун ҳузур доштанд сардори шӯъбаи назорати умумии прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Раӯфзода Ҳилолӣ. Тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо ба барномаи имрӯза хотима мегузорем. То барномаҳои оянда сарбаланду саодатён бошед.